سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوبم. همونجوری که قول داده بودم جواب سوالاتتون رو بدم راجع به برنامه زن روز. بریم که یکی با هم جواب سوالایی که پرسیدین رو بدم. خب اول از همه اگه بخوام یه شفاف سازی بکنم، برنامه زن روز اصلا جزء کاتگوری برنامه‌های مد و فشن و استایلینگ قرار نمیگیره. میگین چرا؟ چون از روی تجربه شخصی و نظر شخصی وقتی که توی اون فضا قرار گرفتم اینو متوجه شدم که بیشتر تمرکزش روی ایجاد حاشیه تنش و جذابیت‌های رسانه‌ای هستش تا اینکه دنیای مد و فشن و استایل کردن. و اینکه به عنوان یه مخاطب اگر دنبال این هستین که چیزی از ترندها یاد بگیرین، استایل کردن رو یاد بگیرین و مد و فشن رو دنبال کنین، این اون برنامه که انتظارشو دارین نیست. من گفتید که میدونستی قرار فقط 5 اپیزود اونجا باشی و وارد شدی. نه، من واقعا نمیدونستم و یه جورایی توی عمل انجام شده قرار گرفتم. قرار بود من از اول فصل ورود بزنم، ولی به خاطر یه سری از برنامه‌ریزی‌های درس و دانشگاه و اینا نتونستم. ولی یکم بعدترش قرار بود وارد شم که کانسپت‌ها بهم داده شده بود. همش کلی خریدامو کرده بودم، کانسپت‌هامو آماده کرده بودم. بعد به خاطر یه سری از ناهماهنگی‌هایی که از سمت من نبود، دوباره ورود من به برنامه دیرتر شد. بعد به من گفته بودن که قرار تا 100 اپیزود این فصل ادامه داشته باشه. برای همین من اومدم داخل برنامه، یعنی به من و بقیه اینجوری گفته شده بود. ولی به خاطر یه سری مشکلاتی که اونجا پشت صحنه پیش اومد مجبور شدن فصل رو توی 40 اپیزود تموم کنن. حالا بریم سراغ اون مشکلات که چه مشکلاتی بودن که فصل توی 40 اپیزود تموم شد. راستش و من گفتیم که چرا اصلا خب خیلی اینجوری بد شد، چرا تو فصل 3 شرکت نکردی؟ اینجوری دیگه نه اصلا تو شانس رقابت داشتی، نه اینکه بخوای اصلا یه استایلی هر چیزی ارائه بدی. چرا 5 اپیزود؟ من واقعا راستش رو بخواین دیگه دوست نداشتم حتی واسه فصل جدیدم شرکت کنم، با اینکه داورا ازم خواسته بودن و انقدر تیمشون غیر حرفه‌ای و آماتور بود و یه سری مشکلاتی من توی همون 5 اپیزودی که اونجا بودم دیدم که واقعا دلم نمیخواست حتی توی فصل بعدی باشم. چه من چه کسایی که قبل از من شرکت کرده بودن زودتر توی اون برنامه، انقدر بهشون فشار روانی و جسمی وارد شده بود که همه اعتراض کردن و این فصل توی 40 اپیزود تموم شد. انقدر اون فضا غیر حرفه‌ای بد بود که اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم بگم. اونجا نمیتونستیم بخوابیم درست، نمیتونستیم غذای درست حسابی بخوریم، هیچ تایمی نداشتیم واسه استراحت کردن، فشار روانی جسمی خیلی بالا بود. اون ساعت کاری که اونجا در نظر گرفته بودن، مثلا ما از صبح زود شروع می‌کردیم تا نصف شب طول می‌کشید ضبط برنامه. چرا؟ چون نمی‌خواستن زیاد هزینه کنن و می‌خواستن 2 تا اپیزود در روز فیلم برداری کنن. به خاطر همین یعنی اونجوری ما دیگه نه هیچ تایمی داشتیم واسه خوابیدن، نه هیچ تایمی داشتیم واسه غذا خوردن. انقدر غذاهاشون بد بود و مثلا موقعی که غذا میدادن بهمون انقدر بهمون میگفتن زود باشین که ما اصلا نمیتونستیم غذا رو کامل بخوریم. من خودم اونجا 3 کیلو وزن کم کردم به خاطر این داستان. بعد اون ویلا فوق‌العاده گرم بود، فوق‌العاده کثیف بود. از شدت گرما اصلا من نمیتونستم شبا بخوابم اونجا و انقدر کثیف بود. مثلا واسه 10 تا دختر و تمام عوامل کسایی که پشت صحنه کار میکردن 2 تا دستشویی بود، یه دونه همون اونجا بود. فکر کنیم این همه آدم، حتی مثلا درای دستشوییاشون مثلا نمیشد قفل، نمیشد باز بود. یعنی هر لحظه ممکن بود مثلا شما میگین دستشویی یه نفر دیگه بیاد مثلا داخل. بعد فوق‌العاده اون محیط اونجا آلوده و کثیف بود، اصلا نگم واسهتون. بعد اینکه تیم میکاپ و موشون همینطور، چون بازم میگم چون نمیخواستن هزینه زیادی بکنن، یه سری افرادی آورده بودن که اصلا تجربه نداشتن واقعا و اصلا حوصله نداشتن که بخوان درست کارشون رو انجام بدن و ما این مهربون و دوست داشتنی بودن. ولی خب شما وقتی که قراره یک اکیپی رو بیارین که واسهتون کار بکنن و یه سری بیننده قرار شما رو ببینن توی تلویزیون، باید اون اکیپ
حرفه‌ای باشن، نه افراد مثلا تازه وارد، کسایی که مثلا خیلی تجربه کاری ندارن. یعنی مثلا شما یه چیزی که بهشون میدادین مدل مو و میکاپی که میخواستین و کاملا یه چیز بدتری واسهتون در میوردن، اصلا اون چیزی که میخواستین رو در نمیوردن. بعد موقعی که مثلا داورا میگفتن وای چقدر مو و میکاپت بد شده، مثلا اعتراض میکردم روی صحنه، میگفتم من اینجوری نمیخواستم، این پشت صحنه این اتفاق افتاده، اونا واسه من اینجوری درست کردن، اون قسمت ها رو کات میکردم و داخل ویدیو مثلا نشون نمیدادم. البته اینم بگم که خب وقتی که 3 نفر میکاپ آرتیست و 3 نفر هیر استایلیست اونجا هست و این همه 10 تا دختر قرار حاضر بشن، خب معلومه که و روزی 2 تا اپیزود گرفته میشه، اون بیچاره‌ها دیگه خسته میشن و دیگه توانی ندارن، حوصله‌شون نمیرسه کاملا وقت بذارن و یه چیز خوبی از آب در بیاد واقعا. یعنی اینم بی تاثیر نیست. منم همیشه مثلا خودم قبل از اینکه بیام مثلا بعضی از تیکای ویدیو رو میدیدم، مثلا مدل مو و میکاپ خانم افشار نگاه میکردم، مثلا میگفتم که وای مثلا چرا این مدلیه، اصلا انگار مشخصه که خیلی بد درستش کردن و مثلا انگار وقت گذاشته نشده، مثلا خب قراره کلی بیننده ببینه، چرا مثلا یه چیز درست حسابی در نمیارن از آب. ولی خب این همه به خاطر عوامل پشت صحنه بود، یعنی هیچ ربطی به ماها نداشت. مثلا من میگفتم که آقا من اصلا از تاف استفاده نمیکنم، یه آرایش غلیظ نمیکنم خودم تو روزمره، واسه مثلا انقدر تافت زیاد نزنین که موهام اینجوری به هم بچسبه کاملا. میدونم یکم لازمه واسه اینکه روی صحنه حالتش حفظ کنه، موقع فیلم برداری خراب نشه، ولی در این حد که مثلا انقدر جلوه بدی داشته باشه رو نه واقعا. نمیدونم از قصد مثلا این کارو میکردن، یعنی تیم مثلا کارگردانی و تهیه کننده بهشون میگفت که مثلا این کار رو انجام بدن، یا اینکه واقعا از غیر حرفه‌ای بودن و آماتور بودن خودشون بود که این اتفاقا میافتاد. ولی من اون چیزی که میخواستم و یه چیز دیگه بهم تحویل میدادن کاملا. وقتی هم که اعتراض میکردیم جلوی صحنه، جواب داورا رو میدادیم که آقا مثلا تقصیر من نیست، اون قسمت ها رو کات میکردم و اجازه نمیدادم پخش بشه توی ویدیوهای اصلی. راجع به بولی کردن خیلی صحبت کردین داخل دایرکت های من، پرسیدین که چرا انقدر شما رو بولی کردن، به شما بی احترامی کردن، شما رو بادی شیمینگ کردن و شما سکوت کردین و هیچی نگفتین. اولا اینکه اون جایی که من صحبت کردم، حالا جواب یه سریو رو دادم، یه اعتراضی کردم، یا حتی اون جایی که داور از من تعریف و تمجید کردن، اون قسمت ها داخل ویدیوها کات خوردن همه. چرا؟ چون وقتی که یک تیمی برنامه ریزی میکنه پشت صحنه که شما رو یک جور دیگه جلوه بده، خب اون اتفاق میفته و کاری از دست شما بر نمیاد اونجا. ولی راجع به بولی کردن گفتید که آیا مثلا سناریوها مثلا فیک بود که به اینا مثلا میگفتن که بیان، اون شخصی که حالا خودتون میدونید و نمیخوام اسمشو ببرم شخصیت واقعیش بود، یا اینکه مثلا بهش میگفتن که بیاد این سناریو رو، اون حرفا رو روی صحنه بزنه؟ در جواب این سوالتون میتونم بگم که من واقعا برام اهمیتی نداره، چون میدونین بیشتر چیزایی که اونجا اتفاق افتاد فیک بودن، یعنی همشون سناریوهای فیک داده شده بودن که خب متاسفانه یه نفری که اونجا بود و خودتون میدونید قبول کرده بود اون سناریوی فیکو که بیاد اون حرفا رو بزنه. و البته که بگم فقط هم اون سناریوها نبوده، بخشش هم شخصیت واقعی خود اون شخص بوده. فکر می‌کنم جواب این سوالتون رو اینجا دادم و اینو متوجه میشین که اگر یک فضای حرفه‌ای وجود داشت، وقتی این اتفاقایی که مثلا بخواد یه نفر بولی بشه و از این داستانا نمیافتاد، در هر صورت من اصلا برام اهمیتی نداره، چون که هیچی از ارزش‌های من کم نمیشه. من ارزش خودم رو میدونم، بینندم باهوش، همه چون میبینه متوجه میشه اتفاقاتی که میبینه رو اونجا افتاده رو. من هیچ وقت قبول نکردم هیچ سناریوی فیکی رو بیام روی صحنه بگم، هیچ حرف بدی و زشت رو که بخوام یکی رو ناراحت بکنم، و هر چی بوده شخصیت واقعی خودم بوده. اما اینکه یه نفری واقعا حالا این فکر رو کرده که حالا چه با سناریوی فیک، چه با اینکه شخصیت خود واقعیش بخاطر اینکه ویو بگیره بخواد بیاد یه سری حرفا رو زده روی صحنه،
خب اون دیگه تصمیم خودش بوده و من هیچ خصومت شخصی ندارم و اصلا برام اهمیتی نداره و اصلا اینو بگم که اونا توی جایگاهی نیستن که بخوان بولی بکنن، میدونین؟ چون I don't care واقعا چه اهمیتی داره توی برنامه‌ای که توی کاتگوری، حالا نمیدونم توی جهان تو چه رده‌ای قرار میگیره و انقدر مسخره و پیش پا افتاده است. حالا ممکنه بیاد بگید که خب اگه انقدر بده پس چرا خودت شرکت کردی؟ من واقعا تصورم قبل از اینکه شرکت کنم این چیز دیگه بود، یعنی فکر می‌کردم که واقعا برنامه استایلینگه و یک سری کانسپت‌ها بهمون داده میشه و من چون خیلی علاقه دارم و توی روزمرم به استایل کردن و اینجور چیزا علاقه دارم، خب مثلا این محیطیه که من کاملا دوست دارم داخلش باشم. اما وقتی رفتم اونجا دیدم نه، واقعا کاملا چیز دیگه است. یعنی داوران کاملا روی نظریه شخصیشون بدون هیچ اطلاعات درستی نظر میدادن، یا اینکه براشون بیشتر مهم بود که حالا شما برین روی صحنه برقصین، گریه کنین، یا نمیدونم بیاین مثلا صدای خروس در بیارین روی صحنه، یا یه سری از این چیزای مسخره بازی که من اصلا نمیفهمیدم، مثلا شوک شده بودم. یا بیاین آواز بخونین، لیپسینگ کنین، حتی یعنی آواز خوندن هم نمیشه اسمشو گذاشت، لب بزنین، اینجور چیزا. مثلا حالت اینکه انگار اونجا امریکن گات تالنته. به خاطر همینه که گفتم بیشتر روی جذابیت‌های رسانه‌ای تمرکزش، نه برنامه استایلینگ و مد و فشن واقعا. چون از اول همه چی خیلی کاملا اسپویل بود توی برنامه. حتی برنده برنامه، یعنی از اول برنامه همه میدونستن که قرار آخر برنامه کی برنده باشه. خب این تیم خیلی تیم غیر حرفه‌ایه. یعنی چی؟ مثلا شما از اول یک نفر آوردین که کلا برنده برنامه‌اش کنین. توجه کنین به برنامه، واقعا مثلا اینجوری که دخترا چی شد پشت صحنه؟ شما با هم دعوا کردی؟ فلانی با فلانی دعوا کرد، تو به اینو گفتی، تو به این گفتی بالا چشت ابروه، تو کیف اونو دزدیدی، تو این کارو کردی، نمیدونم فلان. بابا جمع کنید این مسخره بازی‌ها رو. این برنامه‌ای که نمیدونم تو کاتگوری چی اصلا قرار میگیره، توی دنیا تو کدوم رده قرار میگیره، بابا هیچ جذابیتی نداره این چیزا واسه بیننده. اصلا شما دارین به شعور بیننده توهین میکنین با این همه چرت و پرت و محتوایی که دارید میدید بیرون. چون مردم فکر میکنن، واقعا فکر میکنن این برنامه مد و فشن استایل، در صورتی که این واقعا نیست. منی که تو فضا قرار گرفتم و همه چی رو دیدم، متوجه شدم که هر چیزی هست به غیر از برنامه مد و استایل. نظرم رو راجع به داورا پرسیدین. از نظر من سطح سواد داورایی که اونجا بودن واقعا پایین بود. اصلا توی این رشته تخصصی که باید داشتن و نداشتن و نظراتشون فقط شاید به درد دهه 40 و 50 و 60 اینا میخورد. اصلا نمیتونستن چیزی راجع به نسل 80 و نسل زد بگن، به خاطر اینکه اصلا نمیدونستن درست، اطلاعاتشون اشتباه بود. و اینکه مثلا یه سری کانسپت‌ها داده میشد، مثلا مثل آوانگارد، نمیدونم فیوچریستیک، نمیدونم این مدل استایل ها، و باید چیزهایی انجام میشد، استایل هایی انجام میشد که حالا یکم وقت زیادی میخواست، مثلا راجبش فکر بشه، یه معنایی پشتش باشه و خب نمیشد توی یک شب اون استایل ها رو آماده کرد. مثلا من خودم یه شب وقت داشتم که واسه استایل آوانگارد یه چیزی رو آماده کنم و اون طرحی که میخواستم توی ذهنم بود و توی فشن شوی قبلا اجرا شده بود، خروجش شد اون چیزی که شما دیدین و اون چیزی بود که خب خیلی به دل خودم هم نشست. اما چیزی که اینجا اتفاق افتاد این بود که حتی داورامون اون طرحی که توی فشن شو قبلا اجرا شده بود از یک برند فوق‌العاده معروف توی دنیا و طرحی که حداقل خیلی هم به سال گذشته بر نمیگردن، همین 2-3 سال اخیر بود، این داورامون اصلا ندیده بودن این طرحو، اصلا نمیدونستن چیه، مگه میشه، مگه داریم واقعا؟ شما به عنوان داور اومدی اونجا نشستی، شما باید مثلا حداقلش یه سری طرحهای فشن شوهای خیلی معروف رو دیده باشی، دنبال کرده باشی، نه که فقط عشق به این داشته باشی که آگه من بیام دیده بشم روی صحنه به عنوان داور، حالا توی برنامه‌ای، حالا برم مثلا اینجا شرکت کنم. یکی از داورامون خانم آزاده اومد به من گفت که پانی تو انگار توی لیگ دیگه بازی میکنی کلا. آره درسته. چرا؟ چون من تن ندادم به سناریوی فیکتون و اینکه یک نفری میاد از من انتقاد میکنه که حداقل خودش
توی این 40 اپیزود یک بار یک مدل موی متفاوت نشون داده باشه به بیننده و من شرکت کننده که من یه چیزی ازش یاد بگیرم. نه اینکه هر بار شما حتی یه وقت ندارین موهاتون رو درست براشینگ کنین و با همون یک مدل مو حتی وز بیاید روی صحنه بشین به عنوان داور یا لباسایی بپوشین که اصلا طرحهای خودتون نیست. بیشترش همش از برندهای مختلفه که من خودم اونجا تو مرکز خریدم دیدم. خب شما چرا باید اصلا داور باشین؟ اصلا یک سری کانسپت ها نباید وجود داشته باشه توی اون برنامه. وقتی که زمان بندی اینجوری که مثلا به شما یک روز وقت میدن، یه سری کانسپت ها مثل آوانگارد، مثل نمیدونم فیوچریستیک، یه سری از اینایی که خیلی پشتش فکر زیادی لازمه و زمانی لازمه که شما اونا رو آماده کنین، نباید اصلا توی اون برنامه باشه. خب توی یک شب یه نفر چجوری میتونه همه اون چیزای خاصی که توی مد نظرش و توی ذهنش رو آماده کنه، بیاره، اجرا کنه؟ همه اون طرحهایی که ما میبینیم توی اینترنت خیلی خفنن، میبینیم چند ماه پشتشون وقت گذاشته شده. پس شما از اینجا متوجه میشین که اصلا این برنامه حرفه‌ای نیست، چون میخواد مثلا شما یه چیزی همینطوری هولهولکی درست کنین بیارین، بعد کلی ازتون انتقاد بشه، نمیدونم یه سری تیکه های وایرال بشه توی فضای مجازی و حالا ویو بگیره و اینا اینجوری پول در بیارن. وقتی اون همه ناعدالتی رو دیدم توی اون برنامه، واقعا دلسرد شده بودم و اصلا دلم نمیخواست دیگه حتی اونجا باشم، دلم نمیخواست هیچ کانسپت خوبی ارائه بدم، دلم نمیخواست اصلا انرژی بذارم، هیچی. چون سطح توقع مثلا داورا و برنامه این بود که از شرکت کننده که اینجا باشن، ولی سطح کیفیت برنامه از داورا، از تیم پشت صحنه، موی میکاپ، نمیدونم کارگردان، تهیه کننده، همه شرایطی که اونجا فراهم شده بود، کیفیت اینجا بود، ولی چیزی که از ما توقع داشتم اصلا اینجا بود. خب اصلا نمیشه همچین چیزی با اون همه فشار روانی جسمانی بالا، اصلا امکان نداره. این رفتار تیم پشت صحنه با دخترا واقعا بد و وحشتناک بود، خیلی زشت بود، خیلی فشار روانی می آوردن، انقدر فشار روانی می آوردن که مثلا اینا بیان از شدت خستگی زیاد و یه سری داستانا مثلا با هم دیگه دعوا کنن جلوی دوربین حالا، و واقعا بد بود. من فقط اینجا واسم یه سوالی پیش میاد که چطوری میشه که یک نفر توی ایران سوپر استار باشه، خانم افشار بازیگر با اون معروفی باشه، بعد مثلا بیاد توی ترکیه توی برنامه واقعا اینجوری با این سطح کیفیت به این پایینی حالا مجری بشه و ببینه که این همه داره بی احترامی میشه به دخترای ایرانی که توی اون برنامه شرکت میکنن از طریق همون عوامل پشت صحنه و سکوت کنه، به برنامه همینطوری ادامه بده، هیچی نگه. من واقعا اینجا واسم سواله، نمیفهمم. من خانم افشار خیلی دوست دارم، خیلی خانم مهربون و محترمیه، ولی واقعا احساس میکنم که اینجوری واقعا سطح لول خودشون رو آوردن پایین با مجری شدن توی این برنامه. من حتی خودم هیچ وقت دلم نمیخواد که اینو جزو رزومم انجام بذارم، برنامه زن روز رو، چون واقعا اصلا برای من تجربه زیبایی نشد، بیشتر برام درس اخلاقی شد تا اینکه بخوام برم توی برنامه‌ای استایل کنم، یه چیزی یاد بگیرم، یه چیزی ارائه بدم. واقعا خیلی مزخرف بود، خیلی کیفیت همه چی اونجا پایین بود و بد بود. راجب داورا واقعا خیلی حرف زیاده، سطح سوادشون که اصلا اوکی نبود، به درد داوری واسه برنامه مود و فشن استایلینگ اصلا نمیخوردن، بیشتر همین به درد این میخورن که حالا یه برنامه فان و طنز و نمیدونم اینجور چیزا باشه. چون مثلا یه جایی که من کانسپت روح راک من که ما باید استایل راک و متال مثلا میزنیم و من به عنوان خواننده وکال همون رفته بودم با اون استایلم و من گفتن که مثلا تو چرا آرایش میکاپ انقدر سیاه کردی، چش و لب تو بهت نمیاد، خوشگل نشده. اصلا مگه پوینت اینجا اینه که یه نفر خوشگل بشه؟ نه، مهم اینه که تو اون چیز رو به بیننده منتقل کنی، اون حالا استایل و اون منطقه رو به بیننده انتقال بدی، نه اینکه شما مثلا به عنوان داور فقط وایسین مسخره کنین بخندین. خودتون بیاین اینجا واقعا بگین، قضاوت کنین. اون چیزی که من توی کانسپت راک بسته بودم دور کمرم، در اومدن به من گفتن که این
شبیه رقص عربیه، نمیدونم، یا به یه نفری گفتن که کیفت شبیه در قابلمه است، نمیدونم اینجوری فلان. بعد که مثلا من گفتم واقعا مثلا رقص عربی، گفتن من شوخی کردم. بابا خب مگه برنامه استندآپ کمدیه که شوخی کردی؟ یا مثلا برنامه اجرای مکس امینیه که بریم دور هم بگیم بخندیم؟ واقعا شما پس به نظرم مثلا صلاحیتی که بخوای بیای اینجا داور برنامه مد و استایل بشی نداری. شما بیشتر برو همون با همون لباسای گل منگولی که مثلا درست می‌کنی میای جلوی اینستاگرام ویدیو میگیری میذاری، یا توی برنامه ایشه بنیم استریم دوی مودا از اینا کپی میکنی، یا همون برنامه که توی آلمانه، یا همه چیزایی که مثلا طرحایی که میزنیم کپیه. خب مثلا برو. تنها داوری که حالا یه ذره باز نظراتش منطقی و بهتر بود آقای پدرام بود واقعا، که اونم مثلا خب میگم کمال همنشین در من اثر کرد به خاطر اون داورایی که حالا کنارشون بودن دیگه، یه سری رفتارهای حالا مثل اونا هم داشتن، ولی باز مثلا یه ذره نظرشون بهتر بود نسبت به بقیه. ولی در کل اصلا چیز عادلانه‌ای نبود، چون اصلا از اول هماهنگ کرده بودن که کی برنده برنامه بشه. من پشت صحنه می‌دیدم مثلا اینا با هم دیگه حرف می‌زدن یواشکی با همون شخصایی رو که خیلی آوردنشون بالا توی مسابقه، و اصلا اینجوری بود که نه مثلا ما به فلانی واقعا نمره کم ندیم که مثلا بعدم بیاد تا آخر برنامه نتونه بیاد بالا، ولی مثلا فلانیو با تمام جزئیاتش و با تمام زحمتایی که میدونیم کشیده به این نمره کم بدیم. شما خودتون دیدین دیگه، مثلا اون کسی که اومد واقعا صدای خروس در آورد، اون کسی که اومد لب زد آواز خوند، اون کسی که مثلا اومد مثلا هی کانسپت های تکراری نشون میداد ولی مثلا یه روز اومد حالا روی صحنه رقصید فلان، اونا مثلا نمره‌های بالاتری گرفتن، واسهشون ارزش بیشتری داشت واقعا. پس اینجا میفهمیم که اصلا برنامه هر برنامه‌ای بود به غیر از برنامه مد و فشن و استایلینگ. منم میتونستم بیام روی صحنه برقصم، نمیدونم یه سری شو انجام بدم، ولی خب اونجوری که قبل از اینکه شرکت کنم توی برنامه فکر می‌کردم برنامه مد و فشن و استایلینگ، خودم اونجوری آماده کرده بودم و هیچ وقت هم دوست نداشتم روی صحنه یه سری حرکاتی رو بکنم که با اون حرکات بخوام نمره بگیرم یا هر چیزی. پرسیدین که آیا پیشنهاد می‌کنیم به کسی؟ نه واقعا پیشنهاد نمی‌کنم، چون شاید خیلی از دخترها توی ایران مثلا دارن این ویدیو رو برنامه زن روز رو می‌بینن و دوست دارن که مثلا توی اون فضا باشن مثل خود من قبل از تجربه، و من پیشنهاد نمی‌کنم. چرا؟ چون واقعا ارزششو نداره که سلامتی جسم و روانتون اونجا مورد خطر قرار بگیره. این برنامه کاملا داره به شعور بیننده و به شعور شرکت کننده توهین میکنه، به خاطر اینکه من پشت پرده اونجا رو دیدم و میدونم چجوریه، و حتی محتوایی که دارن میدن بیرون یه محتوای کاملا بی‌کیفیت، کاملا مسخره و بیخوده و هیچ جذابیتی نداره، چون پشتش وقت، فکر، هیچ چیزی نیست به غیر از اینکه بخوام با جنجال یه سری ویو بگیرن و پول در بیارن تیم تهیه کننده و کارگردانی اون برنامه. و واقعا متاسفم واسه داورایی که توی اون برنامه اومدن و تن دادن و همچین داستانهایی و یه سری دختر ایرانی رو گرفتن به مسخره بازی با همدستی کردن با اون تیم و خودشون هم بردن زیر سوال واقعا با همچین داستان. اینو گفتم به خاطر اینکه واقعا هر کسی صلاحیت اینو نداره که بخواد بیاد داور برنامه مد و فشن و استایلینگ بشه. صرفا هر کسی که علاقه داره به این فضا و هر کسی که حالا یکی که خیاطه یا نمیدونم از اینجور داستانا حتما اونقدر تجربه‌ای نداره که بخواد به عنوان یک داور بیاد اونجا بشینه و نظر بده. اینو بگم یادم اومد، خودتون از اونجایی که یک دختره اومد وسط اول برنامه گذاشت رفت، انقدر دید اون فضا رو، انقدر بهش فشار اومده بود که بیچاره بنده خدا فرار کرد رفت گذاشت رفت، بعد همه چی متوجه بشین که راجع به حرفایی که من دارم میزنم. و حتی یکی از بچه‌های دیگه که اونجا آخرای برنامه حالش بد شده بود، اونجا حتی مثلا نه یه دکتری آوردن، نه گذاشتن بیچاره خودش بره دکتر، نه آمبولانس زنگ زدن، انقدر مثلا بهش فشار آوردن که این بیچاره مثلا خودش گذاشت دوباره نفر بعدی برنامه رو ترک کرد.
از اینجا دیگه باید مثلا متوجه بشین که چه گند و مسخره بازی این برنامه. رو صحبتم به مجری و داورای اون برنامه است. این که شما خودتون توی اون محیطین، هم فضای پشت صحنه رو کامل می‌بینین، هم جلوی صحنه رو می‌بینین و به همه چی واقفین. خب نیازی به اکت و گول زدن دیگران نیست. شما می‌بینین که چقدر داره به دخترها، به هموطنتون، به دختر ایرانی اونجا داره بی‌احترامی میشه، چقدر باشون بدرفتاری میکنن این تیم. چجوری میتونین مثلا سکوت کنین، هیچی بهشون نگین، تن بدین به مثلا حتی سناریوهایی که اینا بهتون میدن؟ مگه شما مترسک اینایین؟ چرا اصلا به غیرتتون بر نمیخوره؟ چرا هیچی نمیگین واقعا؟ اصلا واقعا مگه میشه؟ یعنی به هر قیمتی آدم بخواد بیاد مثلا اینجوری معروف بشه توی فضای مجازی و چششو ببنده روی این داستانا؟ انقدر غیر حرفه‌ای بودن که نتونستن حتی یه برنامه‌ای که می‌خواستن تا 100 اپیزود ادامه بدن و مدیریت کنن، مجبور شدن تو 40 اپیزود تمومش کنن. دیگه اینجا کاملا بفهمین که چقدر مسخره است، چقدر آماتورن و انقدر فشار روانی آورده بودن که هیچ کس حاضر نبود دیگه اونجا بمونه. هیچ کس، نه از اون دختری که از اول فصل تا آخر بودن، نه اونایی که مثلا وسطای برنامه اومده بودن و انقدر اینا مثلا همون شخصی که تن داده بود به سناریوی فیک اینا از یکی از شرکت کننده ها که با منم دعوا میکرد روی صحنه، بی احترامی میکرد، خودش همونجا پشت صحنه دعوا شد با تیم کارگردانی و تیم کارگردانی در اومد به این خانم گفت که خودتو تو آینه نگاه کردی شبیه سگ میمونی. خب دقیقاً شب آخری بود که دیگه میخواست سرویس ما رو برسونه خونه و اون خانمی که مسئول این بود که ما رو ببره هممون رو برسونه به آدرسامون واراننده، به خاطر که یکی از بچه‌ها بیچاره مثلا خونش یکی از آدرسای ما همه ماها یکم دورتر بود، میگفت مثلا ما نمیبریم تو رو برسونیم. بعد حالا فکر کن سوار ماشین شدیم، اون شب بارون میاد، داره سیل میاد از آسمون و توی اتوبانی تاریک سرده. بعد به دختره میگفت من مثلا همینجا پیادت میکنم، همین نمیتونم ببرمت آدرس برسونمت. میتونست ولی نمیخواست، یعنی دیگه کارش تموم شده بود و مثلا دیگه داشت اینجوری فشار میآورد که آره من تو رو نمیبرم آدرست برسونم، خودت باید بری. کلی با هم دعوا و مرافعه کردن. خیلی وحشتناک بود، یعنی اصلا هیچ کدوم از اون تعهدایی که قبلش قول داده بودن رو به جا نیاوردن. خود داورا هم می‌خواستن مثلا یه نظر درستابی بدن، نمیتونستن چون همه چی از قبل هماهنگ شده بود و تیم کارگردانی به اینا میگفت که مثلا اینا چی بگن. مثلا نمیدونم اگه دقت کرده باشین یا نه، تا شاید اصلا توی ویدیو پیدا نباشه، اینا توی گوششون مثلا میکروفون بود. بعد از پشت صحنه بهشون میگفتن که مثلا به این باید ببین که حتی اگه مثلا استایلش خوب شده و فلان شده نباید خیلی بهش مثلا نمره بالایی بدین، ولی اینو شما میخواین برنده کنیم این حتما باید ازش تعریف و تمجید بشه، به این نمره خوبی بدین. یعنی یه جاهایی هم شاید دیگه مثلا دست اونا نبود و از پشت همه چی هماهنگ میشد، همه چی اونجوری هندل میشد و اون عدالتی که شما به عنوان بیننده و ما شرکت کننده ها دلمون میخواست اونجا توی اون فضا باشه رو اصلا نداشتیم. خلاصه که من از هر کامنت خوب و بدی که گرفتم، از هر هیتی که گرفتم، از هر عشقی که گرفتم از سمت شماها کلا خوشحالم، از هیچی ناراحت نیستم و حتی کامنت های مثلا بد یا هیت هم حتی اونا منو خوشحال میکنن، اصلا ناراحت نیستم، برام هیچ اهمیتی نداره، خوشحال میشم حتی میگن مثلا نظر میدین، انتقاد میکنین یا هر چیزی. و اینکه مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. فکر میکنم جواب همه سوالا رو دادم تقریبا. باز اگر سوالی دارین حالا بعدا دوباره تو ویدیوهای بعدی راجع بهش صحبت میکنم. دوستتون دارم، بوس بهتون، خدافظ.